سال 1402 تموم شد. میخوایم به اتفاق آقای زنجانی پیشا پیش عیدو به تمام شما عزیزان تبریک بگیم با ماهی و سبزی پلو. برای شب عید آماده کردم که درست میکنید، میل میکنید دور هم و امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. نوش جونتون، درست کنید لذتشو ببرید. یه ماهی شکمپره متفاوت. برنجو که 2 ساعت با نمک خیس کردیم و اضافه میکنیم داخل آب جوش و یه 5 دقیقه که قل خوردش بهش سبزی پلومون رو اضافه میکنیم. ترکیب سبزی پلو چیه استاد؟ سبزی پلو تره، گشنیز، جعفری، برگ سیر و خود سیر. از سیر تازه استفاده میکنیم. بفرمایید. سیرمون که تفت خورد یه مقدار پیاز یا حالا پیاز داغ رو اضافه میکنیم. سبزی تره، گشنیز، جعفری و برگ سیر رو اضافه میکنیم. میتونه این سرخ کرده باشه جداگونه اضافه کنید. میتونیدم شبیدم فکر کنم شبیدم داشت. بله شبیدم داشت. تا اینجاش پس شد سیر تو کره، سیر تازه، پیاز داغ و سبزی. بله. پاپریکا و زردچوبه هم زحمت بکشید اضافه کنید برای عطر و بو، طعم و رنگ و حالا فلفل سیاه. یه مقدارم نمک برای طعم و مزه، چون ترشی داره خیلی نمک نمیزنم. زیتون، رب انار، رب آلوچه و یه مقدار آلو. کاملا دل بخواهی معمولا گردو اضافه میکنم. ما برای خوش رنگ شدن و خوش طعم شدنش این بار پسته اضافه کردیم. بسیار لذیذ. چقدر پسته هاشم خوش رنگه، اینا رنگ شده پسته ها. نه دیگه پسته طبیعی درجه 1 بو دادم بهش. بسیار خوش طعمش میکنه. بله. خودتون بو دادین یا دادین در مغازه بو دادن؟ مغازه دار زحمت کشیده. رب انار. رب انار ترش هم 2 قاشق اضافه کردیم. من 2 طرفو کاملا برش زدم و به این شکل ماهی کاملا باز شد. حالا روی کار هم برای خوشگلیش با چاقو برش‌هایی میدم. بله. که بعدن که این داخل فر پخته بشه شما میتونید روی گاز همین رو درست کنید، داخل تابه میتونید داخل فر درست کنید، خیلی مجلسی تر میشه. خیلی مهمه که ماهیمون هم طعمدار بشه. بله. جدا از اینکه مواد میانی داره. قبل از اینکه مواد رو اضافه کنیم یه مقدار لیمو ترش به ماهی اضافه میکنیم که طعمدار بشه. نمک، یه مقدار زردچوبه، پاپریکا، زعفرون هم زحمت بکشید و فلفل. بعدش دیگه خوب ماساژش میدیم و این آماده است که مواد رو بریزیم داخلش. من برای خوش رنگ شدن سینی که میخوام سروش کنم و طعم هم بسیار خدمتتون عرض کنم، هم خود پرتقال هم پوست پرتقال، عطر و بو، زستی که داره باعث میشه که بسیار این ماهی خوش طعم بشه. آقای زنجانی برنجتون مثل که جوش اومد. برنجمون واره که وا نره چون سبزی هم داره. بله دیگه الان موقعش سبزیشو اضافه کنم و خالی کنم دیگه. من باید یه چند دقیقه هم میذاشم با سبزی قل بخوره، ولی برنجمون دیگه آماده است. سبزی رو تاریختین رو برداریم. بردارم. بله اینم رنگ سبزی از بین نره. استاده. به مدت زمان 30 الی 40 دقیقه اجازه بدید با دمای 400 درجه فارنهایت یا 200 درجه سانتیگراد کاملا ماهیتون پخته بشه. به به ببین رنگو. اینم ماهی و سبزی پلوی شب عید. برنجا رو داریم قالبی میزنیم. یه مقدار برنج زعفرونی کفش میریزیم به این شکل فشرده میکنیم و بعد برنج سبزی پلومون که سیر تازه ریختیم داخلش قشنگ با دست فشار میاریم که این محکم شه. بعد محکم که شد به این شکل برمیگردونیم. خب میشکنه آقا. فوق العاده آقا زنجانی. فوق العاده که دست شما درد نکنه. چقدر خوشمزه. خیلی سپاسگزارم. حتما درست کنید. شب عید میل کنید. نوش جونتون. ما رو فراموش نکنید. ان شاءالله که سال خوبی داشته باشید. مگه میشه شما رو با این دستپختا کسی فراموش بکنه؟ خودتونم اگر نخوان 100% دستپختتون رو میخوان. بله 100%. نوش جونشون درست کنن. فوق العاده خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. نوش جان.